در 3 ماه اول سال روان به قیدگیری نکاح و طلاق در تاجیکستان کم شده است. طبق اطلاع آژانس آماری تاجیکستان در ماه‌های ینور مارس امسال در کشور 14913 عقد نکاح ثبت شده است که در قیاس به همین دوره سال گذشته 18.5% کم میباشد. آژانس میگوید که نشان دهنده یا کوفیسینت عمومی نکاح امسال به هر 1000 نفر اهالی 5.6 عدد را تشکیل نمود. از روی منطقه سطح بلندترین نکاح در ولایت سوق و کمترین در ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت شده است. منبع میگوید که در 3 ماه اول امسال 1893 عائله جدا شدند که نظر به همین دوره سال گذشته 8.6% کمتر است. به اطلاع رسمی بلندترین نشان دهنده یا کوفیسینت از هم پاشیدن عائله ها در ولایت سوق و کمترینش در ولایت ختلان بوده است. جداشوی عائله ها و همین طور نیمه‌یتیم ماندن فرزندان خردسال از مسئله های نگران کننده در تاجیکستان است. محققان تاجیک اخیراً معلوم کردند که آماده نبودن به ازدواج، نداشتن مخانه خصوصی، جنگ و دعوا میان زن و شوهر و دخالت والدین به زندگی عائله های جوان از سبب های اساسی طلاق در تاجیکستان است.